اول بریم سر مهریه. موافقید یا مخالفید؟ مخالف. موافقم. مخالف. مهریه رو اگه بالا هم میندازن فقط برای اون خطر طلاق است. پس مهریه اینجا کمک میکنه. اگر قرار مهری باشه باید به جیب طرف هم نگاه کرد. اصلا مخالفم با کل قضیه، به خاطر اینکه تو اصلا اصولا با مهریه و اینا اصلا کامل موافقی؟ نه با این نوع نگاه به مهریه مخالفم. اون موقع تکلیف اون دختر چیه؟ بفرمایید تکلیفش چیه؟ تکلیفش چیه واقعا؟ چه تضمینی که اون دختر خانم پسر منو خوشبخت کنه؟ اون به من چه تضمینی؟ اگه زن زندگی باشه، دوباره نون خالی هم میسازه، با نون پنیر هم میسازه. مگه بقیه چیکار میکنن؟ بحث نون پنیر شما به من احترام میذاشتید. نه شما چلو کباب هر روز میخواید. پس انداز کردن یاد گرفتیم چجوریه. تعریف نکنید. ما تعریف کنیم. الان خیلی خوشبختی. واقعا خوشبختم. من که خیلی خوشبختم. رسوا کردی خودتو منو. چقدر میخوای رسوا کنی؟ خودت آواره شدی، ما آواره نیستیم. کفش چقدر شد؟ 115 کفشته. 115 تومن کفش. تو چقدر ناله میکنی؟ ازاش نکن به خدا. خب گرونه. اینجا اون بحث نکن. نیومدم اینجا بحث کنم. باور میکنی من تو عروسیم شام ندادم، الان مردم فراموش کردم، میگه عجب شام خوشمزه‌ای دادی. جدی خودت تو عروسی شام ندادی؟ من نمیدی ما دختر به کسی که یه دونه شلوار باشه. نگاه کن این دختر و پسر هم یه رو میخوان، شما دارید اینجا سنگ میندازید. بخون. دعوا نداریم با هم، میدون جنگم نیومدیم. چرا شما نمیخواین یه خورده کوتاه بیاین؟ همینه خانم، میخوای بپذیر نمیخوای بفرمایید. از خود متشکر، از خود راضی هستی. ولی چرا خودخواهی؟ چرا توهین میکنی؟ بزرگای من، مادر عزیزای من، اینجا الان ما خواستگاری که نیست، جنگ نداریم. تو رو خدا یکم به اعصابتون مسلط باشید.